سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنا به درخواست‌های زیادتون تصمیم گرفتیم که آموزش دعای خواببند رو براتون بذاریم. فکر میکنم حداقل یک بار اسم این دعا رو شنیده باشید. یکی از قوی‌ترین طلسمات محبت و بیقراری معشوق و بازگشت معشوق و ازدواج هستش. یعنی به این سنیت شما میتونید این طلسم انجام بدید و همونطور که از اسمش هم پیداست باعث میشه که شخص احساسیتون از فکر شما نتونه بخوابه، یعنی مداوم و شب و روز به فکرتون میفته و آروم و قرار نداره تا زمانی که خودش رو به شما برسونه. انجام این دعا یه سری آداب داره که براتون توضیح میدم در طول ویدیو. رعایت کنید که انشالله براتون نتیجه بخش باشه. لطفاً قبل دیدن ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهای جدیدی که میذاریم با خبر بشید. این طلسم میتونه اثرگذاری 1 ساعت هم داشته باشه به شرطی که آداب کاملا رعایت بشن. در ساعت و زمان درست باید انجام بشه و شخصی که انجامش میده باید حتما تمیز باشه. قبل نوشتن بهتر که وضو بگیرید یا اگه ناخن کاش دارید فقط دوش بگیرید کافیه. این طلسم چندین موکل یهودی داره، پس با احتیاط انجامش بدید و سرسری نگیرید. بعد از نوشتن این طلسم حتما کفاره بدید. کفاره میتونه غذا دادن به پرندگان باشه یا صدقه دادن یا هر چیزی، فرقی نمیکنه. فقط کافیه که شما یه قسمتی از مالتون رو ببخشید به دیگران که آسیب احتمالی دفع بشه. بیش از 1000 رضایت از آموزش‌های قبلی که برامون فرستادین که اکثرشون هم توی کانال تلگراممون گذاشتیم، از آموزشات قبلی که توی یوتیوب و توی پیج اینستاگراممون گذاشتیم هستش و انشالله که این آموزش هم مثل قبلی براتون اثرگذار و نتیجه بخش باشه. این طلسم رو در ساعت مشتری باید انجام بدین. کلا طلسمات محبت، طلسمات دعاهای باطلی، اینا رو توی ساعت مشتری، توی ساعتهای خالی از نحسی شما باید انجام بدین. و همونطور که قبلا هم گفتیم ساعتهای مشتری هر روز متفاوت هستش. شما ساعتها رو میتونید از توی کانال تلگراممون بردارید و آموزش ها رو انجام بدید. این طلسم رو در روز دوشنبه یا چهارشنبه با خودکار قرمز روی کاغذ بدون خط نوشته و زیر سرتون توی بالشتون میتونید بذارید. در این اینستاگرام میتونید به همین آیدی که روی ویدیو تگ کردم ما رو پیدا کنید، پیجمون رو دنبال کنید. نکته آخر، خیلی زیر کامنت از هم دیگه میپرسن که شما کدوم دعا رو انجام دادین که نتیجه داده، ولی این کار اشتباهی هستش. ممکنه دعایی که روی شما اثر گذاشته روی دوستتون بی اثر باشه.